نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. تشکر میکنم از علیرضا ایرانی بابت تصاویر بسیار جالبی که فرستاده بودید. همینطور دوست عزیزی که با نام میسون ایمیل فرستاده بودین، ممنونیم بابت توجهتون و خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستین. جواد جمشیدی عزیز، دوست گرامی پاتریس و دوست عزیزی که با نام ABC مطالبتون رو میفرستین، خیلی ممنونیم بابت مطالب بسیار مفید و قابل استفاده‌ای که برامون فرستاده بودید. خانم میترا، تشکر میکنم بابت تصاویر جالبی که فرستادیم، خیلی استفاده کردیم. دوست گرامی مینا از قم، کلیپی که از مصاحبه در روستای کرمجگان اطراف قم فرستادین اگه درست تلفظ کرده باشم به دستمون رسید، خیلی ممنون. باید ببینیم حالا چجوری میشه از این کلیپ استفاده کرد. عکس هم همینطور به دستمون رسید. هم خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستین، هم خیلی ممنون که به طور فعال از ما پشتیبانی میکنین و همینطور امیدواریم که باز هم از پشتیبانی ارزشمند شما بهره مند بشیم. فریبرز ممتحن عزیز عکسی رو فرستاده که نشون میده بسیجی‌ها چطوری در پاچه‌خواری وقیحانه مرز شکستن. این پایگاه به اصطلاح بسیج محلی رو که ولی فقیه ارتجاع کنگر خورده بود و لنگر انداخته اومدن تابلو کردن. حالا خب تفاسیر مختلفی از چرایی این کار میشه داشت. بعضیا میگن مثبتاتی هم داره، از جمله همین که مشخص میکنه که خامنه‌ای رو کدوم سنگ نشسته و این باعث میشه که مردم بتونن اون سنگ نجس رو تشخیص بدن و دیگه روش نشینن. دوست و پشتیبان گرامی پیک شادی خانم شیرین، خیلی ممنون به خصوص بابت پیشنهادتون که حتما پیگیری میکنیم. حمزه آذرک و محمد از استرالیا تصاویر خیلی جالبی فرستاده بودید، ممنون از هر دوی شما. دوست گرامی رها، مطلب طنزتون در مورد حذف یارانه ها توسط رژیم آخوندی به دستمون رسید. امیدوارم که با توجه به قریحه طنزی که دارین باز هم برای ما مطلب بنویسین و ما رو در تهیه طنزهای پیک شادی کمک کنید.